سلام بر شما دوستان عزیز. مثلا ما آفتابمون رو گرفتیم جلوی آفتاب، هی اومدیم و رفتیم، آفتاب خوردیم ولی زیاد نسوختم. نه، آثار سوختگی نیست. یکی دو تا نوشابه رو نمیخوایم پرت کنیم جایی، میخوایم بنوشیم و سلامتیتون. با یه مقدار آجیل، خیار دیگه از این کوچیکتر ندارن مغازه ها ماشاءالله. نمیدونم چه موقع این نایلون رو میکشن روش. آها، این کاردایی که گرفتم تیز نیستن، این قصابا یکم اینجوریش میکنیم. دارم یه چیزی اون قسمت آشپزخونه است، اون عقب دیگه در ماشینو عقب رو باز نکردم. حالا توی فیلم های وستر یکم سیاه میشه دیگه. عالیه. میمالن به لباسشون، ما بمالیم به این میزه. هرچه هست یه مقداری براده سیاه میره. یک دو تا تفنگ کوچولو گذاشتم اینجا، بقیه تو هن. این 22 اون 22 لانگ رایفله، اینم 38 اسپیشاله. یه بست فشنگ اینجا داریم 38 اسپیشاله. امیدوارم چیزی دیده بشه. تو بستم ضعیف و قوی تفنگ 22 داریم. اینجوری بهتر نشون داده میشه. چیپس حتما فراموش نشه و یک تفنگ باید داشته باشید، رولشو بذاری روی چیپس نپره باد ببرش. دیگه چی؟ میوهم اونجا داریم. یه همکاری داریم از این سیبای کوچولو میاره. بعضیاشون کرم دارن ولی میگن ایتالیایی 30 سال پیش میگفتن عیب نداره. سیبی که کرم داره بهتر از اینی که مواد شیمیایی بهش زدن و خیلی خوشگله. خلاصه ما که از کرم نمیترسیم که، شاید از ماره بترسیم. آره، خلاصه خوش اومدید به بزم ما. ببینم این خوشمزه است با نوشابه. سلامتیتون. عالیه. اگه دیده بشه اجاقمون هم شستیم گذاشتیمشون کنار، افتاده تو آفتاب خوش بشه. جاتون خالی. بال مرغ چربه. صبح کباب کردیم، خوشمزه بود، خوردیمش. میخوایم یه کوچولو ساز بزنیم. بعد تلفنمو زده بودم به یه شارژر کوچیک سولار پنل کوچیک جیبی رو کل پشتی. هرچی امکانات پیشرفت میکنه شما که شکار میرید باید وسیله بیشتری داشته باشید. این وزن خوب نیست. ماشینا رد میشن، اونا منو اذیت نمیکنن، منم اونا رو اذیت نمیکنم اصلا. ببینیم میشه یکم ساز زد. پوست و یک دو جای کم پارگی داره، چسب زدم. اگه شد ساز میزنیم، اگه نشد تیراندازی میکنیم. البته گذاشتم سایه بیفته اون کنار. من ساعت 4 تا 5 6 7 وقت دارم. هفته بعد جمع کنم برم. زیاد وسیله بیرون ندارم، فقط اجاق گاز رو کم جمع و جور کنم. یه چند تا هدف داریم اون ورا گذاشتیم سر فرصت شلیک کنیم. اینجا میشه یکم شلیک کرد ولی در معرض دیده واسه کلیپ اصلی یه سایبون میخواد. ماشین ون من که نداره تا خود سایه بندازه بریم اونجا.
شکسته ای ساقی رفتیم ز دست ای ساقی ساغرم شکسته ای ساقی رفتیم ز دست ای ساقی تو تشنه کامم کشتی در سراب ناکامی ها ای بلای نافرجامی ها نه بردی نه برجامی میکشم به دوش از حسرت بار مستی و بدنامی ها بر موج غم نشسته منم در زورق شکسته منم ای ناخدای عالم تا نام من رقم زده شد یک بار مهر غم زده شد بر سر نوشت دادم یه شب تو خواب وقت سحر شهزادی زرین کمر نشسته بر اسب سپید می اومد از کوه و کمر می رفت و آتش به دلم می زد نگاهم می رفت و آتش به دلم می زد نگاهم کاش کی دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پرآبم روزی که چشمم باز بشه بیار بشه اون که اومد تو خوابم شهزاده رویای من شاید تویی آن کس که شب در خواب من آید تویی تو از خواب شیرین ناگه پریدم از خواب شیرین ناگه پریدم تو را ندیدم دیگر کنارم به خدا کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پرآبم روزی که چشمم باز بشه بیار بشه اون که اومد تو خوابم دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره ای دل دیگه بال و پر نداری ای دل دیگه بال و پر نداری دیگه بال و پر نداری داری پیری میشی و خبر نداری ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیری میشی و خبر نداری وقتی به زلفون پریشون میرسی خودتو نگه دار وقتی به چشمون غزل خون میرسی خودتو نگه دار دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره دیگه دنبال او دویدن فایده نداره
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بی مهری نبینی که تو بیداری تلخ هوای. تو مثل التماس من میمونی که شب شونه ها شکیدم، سرم گرم نوازش های او بود که خوابم برد و کوچش رو ندیدم. حالا من موندم و یک کنج خلوت که از سقفش خریدی چکه کردی، تلاطم های امواج جدایی، زده کاشونشو زده کاشونشو ویرونه کرده. بله دوستان عزیز، تا یکم نوشابه بخوریم، یک کلیپ دیگه ضبط کنم، یه چند تا تیل اینجا بندازیم، هدف رو ببینید. بعدن رو گوشم رو باید بپوشم، چند تا تیراندازی میکنیم از همینجا و بعدن دستمون رسید کارهای دیگر. فعلا خداحافظتون، با کنترل کار میکنیم ببینیم چی میکنه. آقای کنترل